بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بالاخره ما سفرمون رو به سمت کربلا آغاز کردیم. آقا رولا یه لحظه وایسا، برگرد من این توضیح بدم. خیلی وقتا آدم موقع این سفر حسابی برنامه ریزی میکنه، دو تا 4 تا میکنه، ولی یهو برنامهش به هم میریزه، یهو همه چیزی که روش حساب میکرده ممکنه از دست بده، چه پولی که جور کرده یا زمانی که خالی کرده یا حتی وسیله که روش حساب کرده. ما هم قرار بود با ماشین با خانوم هم حرکت بکنیم به سمت مرز، ولی متاسفانه روم سیاه به خاطر یه خلاف خیلی کوچیک که هرچند باید آدم بزرگ بدونه، یعنی خلافو نباید کوچیک بدونه، گناهو نباید کوچیک بدونه، ولی به خاطر یه خلاف که من ماشینم خراب بود و مجبور شدم یه تیکه رو برعکس بیام، ماشینم پلیس توقیف کرد. هرچند آقا چک و چونه زدیم، گفتیم که آقا می‌خوایم بریم اربعین کربلا دعاتون بکنیم، حالا شما سختگیری نکنید، من خیلی نیاز دارم به این ماشین، روش حساب کردم. خلاص آقا ماشین رو گرفتن و این خواهشای ما به جایی نرسید. خیلی این ور اونور سوال کردیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم. با همه دوستانی که فکر می‌کردم که میشناسمشون و میخوان برن تا لب مرز تماس گرفتم، متاسفانه یا نمیرفتن یا پر بودن یا برنامه‌شون با برنامه ما جور در نمیومد و سازگاری نداشت. خیلی ناراحت شدم، چون که اگه بخواستیم بلیت اتوبوس هم تهیه بکنیم باید مبلغی بیش از 700,000 تومان پرداخت می‌کردیم. اما خدا رو شکر در لحظات آخر با پیدا کردن یه سامانه به نام همسفر اربعین که توی نرم افزار بله شما میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید، افرادی هستن یه چیزی مثل همین تاکسی اینترنتی که اعلام درخواست میدن که مثلا ما میخوایم بریم 2 نفر 3 نفر جای خالی داریم بریم با ما بریم. یه خانواده با معرفت گل دوست داشتنی که آقا رولا خانمشون بودن گفتن که ما میخوایم بریم و دیگه ما از شیراز با همدیگه همسفر شدیم به سمت مرز. بله این امام حسینه که اونایی که دوست داره و صلاح میدونه رو به همدیگه میرسونه و باعث میشه که ما دوستای جدیدی پیدا بکنیم. امام حسین عامل همه خوبی هاست. ما از حرکت کردیم تا دمدمای صبح برسیم مرز و از روشنایی اولیه روز و هوای خنکش نهایت استفاده رو ببریم و به موقع برسیم نجف. در طول مسیر برای اینکه خوابمون نبره گهگاهی از موکب‌های کنار جاده تا رسیدن به مرز استفاده می‌کردیم و از پذیرایی خوبشون و اون حال معنوی خوبشون سعی می‌کردیم نهایت استفاده رو ببریم تا هرچند که خسته هستیم ولی با انرژی بیشتر و یک آرامش قلب بهتری برسیم به مرز. همینطور که می‌بینید وقتی که رسیدیم مرز ورودی پارکینگ خیلی شلوغ بود. امسال تدارک بهتری رو دیده بودن برای اینکه ماشینا رو ساماندهی کنن، ولی خب باعث ترافیک شده بود و یه مقداری معطل شدیم. وقتی که رسیدیم پارکینگ دیگه لحظه‌ای بود که ما باید از آقا روح الله که در این سفر ما مهمانشون بودیم خداحافظی کنیم. آقا روح الله خدا نگهدار، ان شاءالله که خدا هر چی تو دلته بهت بده، مرد دوست داشتنی. مرز خیلی شلوغ بود و پاسپورت‌ها رو مرتب چک می‌کردن. دیگه تا نمازمون رو بخونیم و برسیم به ساختمونه مرز هوا روشن شده بود و جاتون سبز. اون لحظه خیلی حال و هوای کربلا به مشام میرسید و اصلا دل آدم حسابی هوایی شده بود و هر کی تو این راه رو عبور میکرد حالش خیلی خوب بود. رسیدیم به جایی که باید پاسپورتمون رو مهر میکردن و از مرز ایران خارج میشدیم. خدا حافظ ایران دوست داشتنی. وقتی مرز رو پشت سر گذاشتیم یه احساس غربت بدی منو گرفت. هنوز هیچی نشده خیلی دلم واسش تنگ شد. خیلی کشور خوبی داریم، خیلی کشور دوست داشتنی داریم. خدا ایشالا به حق امام حسین به اون توفیق بده وقتی که برمیگردیم بتونیم حسابی بهش خدمت بکنیم و جواب این همه خوبی هایی که در حقمون داشته و داره رو بدیم و به جای خوبی برسونیم این خاک دوست داشتنی و مقدس رو. انتم الشرفا انتم الکرما. رسیدیم گاراژ و دنبال وسیله مناسب بودم که باهاش بریم نجف.
متاسفانه قیمتا خیلی نامهربون بود و از اونجا که دیگه هوا داشت یواش یواش گرم میشد و خانومم و بچه داشتن اذیت میشدن، خدا رو شکر خدا دوباره یه آدم خوب و دوست داشتنی رو جلوی پامون انداخت و بهمون گفت که بیایید من با یه قیمت خیلی ناچیز برسونمتون بصره، از اونجا وسیله بهتر و مناسبتر پیدا میکنید. برای همین باهاش راهی شدیم و رفتیم بصره و یه ماشین قیمت مناسب پیدا کردیم که کولرش خیلی خوب کار میکرد و تو این گرمای هوا تقریبا اذیت نشدیم. ولی خب از اونجا که مسیر طولانی هست و جاده‌های عراق هم یه مقداری شرایط بدی داره و راننده هاش هم یه مقداری بد رانندگی میکنن، کوچولومون واقعا حقیقتشو بخواید تا رسیدن به نجف اذیت شد و همینطور که می‌بینید حسابی بی‌حوصله شده و دیگه بعد از اون رسیدیم نجف و اصل سختی سفر به پایان رسید. سلام بابا جان. بله اومدیم نجف اشرف، رسیدیم. حالا انشالله هم بریم حرم. بابایی خوبه؟ از اون بالا دنیا قشنگتره؟ جان این زحمتی بکشی موهای منو کمتر بکشی ممنونت میشم. سن هرچه که گوشم هم از دستش در امان نیست ولی خب بازم خوبه. حقیقتا برای حرم رفتن به خاطر اینکه از دیروز اصلش ما نخوابیده بودیم خیلی زود بود، برای همین رفتیم یه جای مناسب رو پیدا کردیم و یه چند ساعتی استراحت کردیم تا با قوت و انرژی بیشتر و بهتری راهی حرم آقامون بشیم و از اون فضا نهایت استفاده رو ببریم و حسابی واسهتون دعا کنیم. اومدیم خدمت گذاری کنیم، نوکری کنیم در خانه آقامون امیر المؤمنین یا علی. بالاخره بعد از صدها کیلومتر رسیدیم به خانه پدری. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام علیک یا امیر المؤمنین، ای بهترین و بی‌نقص ترین مخلوق خداوند. سلام به تو ای مولای ما، ای پدر ما. به یاد رفیق عزیزم کاظم عزیز، نجف اشرف. گره کارت باز بشی کاظم، کاکای گلم.